سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ به قسمت دوم مانهوای لوکسیم خوش آمدید. امیدوارم از این مانهوا تمام لذت رو ببرین. ممنون میشم ویدیو هم لایک کنین، چنل هم سابسکرایب کنین. بریم سراغ ویدیو. توی قسمت قبل دیدیم که وقتی لوگان چپ و راست داشت دنیل رو میزد، مادرش از راه رسید. دنیل از اینکه مامانش اینجاست تعجب میکنه. مادرش میگه توی احمق، چرا داشتی دنیل رو میزدی؟ بعد صورت دنیل رو با نگرانی میبینه که کبود شده. دخترایی که داشتن نگاه میکردن شروع میکنن به مسخره کردن دنیل. میگن چه خجالت آور، انگار از ترس به مادرش زنگ زده و شروع به خندیدن میکنن. اما مادر دنیل خیلی عصبانی هست. لوگان میگه خانوم، ما فقط داشتیم بازی میکردیم. مادر دنیل میگه بازی؟ تو به کتک زدن بقیه میگی بازی؟ آشغال. بعدم شروع میکنن به زدن لوگان. دخترها باز شروع میکنن به مسخره کردن. یکی از دخترها میگه نظرتونه فیلم بگیریم و بذاریم تو فضای مجازی؟ دنیل از خجالت سرخ شده. بعد به مادرش که یقه لوگان رو گرفته میگه بس کنه، ولی مادرش خیلی عصبانی است و صدای دنیل رو نمیشنوه. دنیل که میبینه مادرش دست بر نمیداره فریاد میزنه که بس کنه و میگه که داره خجالتش میده. مادر دنیل سکوت میکنه، انگار خیلی ناراحت شده. ولی دنیل میره و به جای معذرت‌خواهی از مادرش از لوگان عذرخواهی میکنه. بعدم به مامانش میگه که بره. دنیل از اینکه به جای مادرش از اون آشغال حمایت کرده ناراحته و خودش به خودش میگه که از من آشغالتر نیست. شب میشه و دیر وقته. دنیل از دم در خونه نگاه میکنه و میبینه چراغای خونه هنوزم روشنه. دنیل نمیخواد بره خونه، ولی خیلی گشنشه. انگار قبضام پر شده، ولی نمیخواد با اینا مادرش رو اذیت کنه، چون انگار پولاش رو برای عینک جدید خرج کرده. دنیل آروم وارد خونه میشه، اما مادرش میفهمه که دنیل اومده خونه و بهش میگه که باید حرف بزنن. دنیل نگرانه که مادرش میخواد چه چیزی رو بگه، ولی مادرش میگه که میتونه به یه مدرسه دیگه بره. دنیل از این حرف تعجب میکنه. مادرش به حرفاش ادامه میده و میگه من به خاطر کار نمیتونم همراهت بیام. من ازت خوب مراقبت نکردم، ولی تو میتونی از خودت مراقبت کنی، درسته؟ درس مهمتره. کی به دوست اهمیت میده، مگه نه؟ دنیل میفهمه که مادرش همه چیز رو میدونه، ولی تظاهر میکنه که نمیدونه. مادرش با مهربانی و با خنده میگه که تمام هزینه ها رو میده، پس نگران نباشه و بهش اعتماد کنه. تو سر دنیل کلی حرف جمع میشه که مامان تنها میمونه، ما پول نداریم، هزینه ها چی؟ مامان متاسفم، میخوام فرار کنم، دیگه لوگان نیست. دنیل با احساساتی که الان داره قاطی میکنه و شروع میکنه به گریه کردن. بعد ما دنیل رو میبینیم که از مادرش خداحافظی میکنه و سوار اتوبوس میشه. دنیل تو این فکره که مدرسه جدید چطوری هستش. میخواد از اول شروع کنه و کلی دوست پیدا کنه. برای دنیل اصلا مهم نیست که محلش کوهستانی هستش، یا براش مهم نیست که خونه جدیدش یک کلبه قدیمی هستش. باز اون خوشحاله. سلام به همسایه جدید، سلام، به کارتون ادامه بدید. اینجا هیچ کس دنیل رو نمیشناسه و دیگه نیاز نیست بترسه. دنیل خوشحاله و میخواد تغییر کنه. اول از همه میره آرایشگاه. آرایشگر دنیل رو به کم نورترین صندلی گوشه اتاق راهنمایی میکنه، اما دنیل بازم راضی هستش. آرایشگر میگه میخوای برات آلمانی بزنم؟ چون مدل موی آلمانی رو سلبریتی ها بیشتر میزنن. دنیل هم وقتی این حرف رو میشنوه قبول میکنه و به جای عینکش هم لنز میذاره. دنیل از آینه خودش رو نگاه میکنه و میگه این واقعا خودشه، خفن به نظر میرسه. آرایشگرم میگه شاید اول یکم فکر کنی ضایع هست، ولی عادت میکنی. مردم یه جورایی نگاش میکنن که انگار حالشون به هم میخوره، ولی دنیل خودش یه جور دیگه فکر میکنه.
دنیل خوشحاله چون همه دارن نگاش میکنن. خیلی وقت همچین احساسی نداشته. بعد دنیل چشمش به خودش توی آینه میفته. باز متوجه نمیشه که چقدر زشت شده. تازه خوشحالم هست چون قیافش یه جورایی شده که انگار میتونه دعوا کنه. دنیل داره با خودش ادا در میاره که چشمش به یه دختره میخوره که داره بهش نگاه میکنه. دنیل خجالت میکشه. دنیل تو خودش میگه اون همه چیزو دید، نگران نباشه و مثل یه مرد رفتار کنه. دخترم تو خودش میگه بیچاره، اون عقب افتاده چیزی هست. دنیل یه لبخند مردونه دختر کشی میزنه. دختره یه جورایی چندشش میشه که یکی میگه میرا خیلی منتظر موندی. میرا هم میگه او زک. زک میگه این یارو کیه، میشناسیش؟ بعد زک عصبانی میشه که چرا داره به میرا لبخند میزنه. زک میگه نه ولم کن، یه چک بزنم زیر گوشش. دنیل انگار دوباره تو دردسر افتاده. زک از دنیل میپرسه که چند سالشه. دنیل هم جواب میده 16 سالشه. زک میگه همسنیم. بعد میرا به زور زک رو میکشه تا برن. زک ولکن قضیه نیست. برمیگرده و میگه امروز شانس آوردی، قیافت از یادم نمیره. بعد میرا از دنیل عذرخواهی میکنه و راه میافتن. دنیل که شانس آورده به جای اینکه به راهش ادامه بده و بره میگه صبر کن، من یه مردم. دختره هم به هم لبخند زد. پسره هم فقط وانمود میکنه که سرسخته. اگه الان پا پس بکشم دیگه نمیتونم تغییر کنم. بعد بدو زک و میرا رو پیدا میکنه. یه دونه چشمک میزنه و میگه بیایم بریم کافه یه چیزی بخوریم و کدورت ها رو پاک کنیم. نظرتونه هر ستایی با هم قهوه بخوریم؟ زک میاد جلو و میگه هر ستامون قهوه. بعدم محکم با مشت میکوبه به صورت دنیل و بهش میگه که گم شه. بعد از موهای دنیل میگیره و شروع میکنه به مشت زدن به صورتش. همه هم شروع میکنن به فیلم گرفتن. وقتی دنیل به خونه میرسه نگران زخمهاش نیست، بلکه نگران فیلم هایی که با گوشی گرفته شده. بعد اینکه اینترنت رو میگرده میبینه که فیلم کتک خوردنش رو تو فضای مجازی گذاشتن و کلی هم معروف شده. دنیل شروع میکنه به گریه کردن که هرچی اعتماد به نفس جمع کرده بود نابود شده. هیچ چیزی جز تمسخر توی گوشیش نیست. بعدم حق به گریه ادامه میده. دنیل که خسته از خوابش میبره. بعد از یکم خواب از خواب بیدار میشه و میره دستشویی. میبینه که همه جا شفافه. اوه، من لنز گذاشته بودم. بعد از یکم خواب احساس میکنم بدنم سبکتر شده. چراغ همیشه انقدر پایین بود؟ فکر کنم هنوز به اینجا عادت نکردم. سینک هم پایینه. شاید به خاطر اینه که خیلی گریه کردم. میخوام دستام رو بشورم. چشمام اونقدری که فکر میکردم پف کرده نیستش. اتفاقا خیلی عالی به نظر میرسه. این یارو همه جاش عالی به نظر میرسه. دنیل اونقدر شوکه میشه که نمیتونه صدایی از خودش در بیاره. دنیل از ترس میفته زمین. دست و پاشو گم میکنه و میخواد زنگ بزنه پلیس. بعد میگه نه، باید اول به مادرم زنگ بزنم. وقتی دنیل داشت با وحشت سر و کله میزد یه چیز شوکه کننده تر میبینه. اون بدن خودش رو میبینه که اونجا خوابیده.